ассалому алайкум дӯстони азиз, мо дар канори дарёи Сайҳун қарор дорем. ин субҳ мо барномаи навбатии Шакаристонро аз болои киштии Темурмалик оғоз мекунем. дӯстони азиз, ин барнома ба 700-солагии Шайх Камоли Хуҷандӣ, шоири бузурги тоҷик бахшида шудааст. дӯстони азиз, чун анъана мо ҳар дафъа як байт, як ғазал, як ғазали ноби Шайх Камоли Хуҷандиро шарҳу тавзеҳ медиҳем ва ин дафъа низ мо ба барномаи навбатии Шакаристон адабиётшиноси маъруф бародари арҷманди мо Нуралӣ Нурзодро даъват кардем ки як ғазалро ҳамроҳашон таҳлил кунем. хуш омадед ба барномаи имрӯзаи Шакаристон ва ман гуфтанӣ ҳастам ки дар як барномаи гузашта мо ҳамроҳи Нуралӣ Нурзод як ғазалеро ташлиҳ дода будем ва бисёре аз суханшиносон, бисёре аз нафарҳое ки бо шеър огоҳ ҳастанд ва нисбати шеъри Камоли Хуҷандӣ таваҷҷӯҳ доранд, нисбати ҳамин барнома ниҳоят суханҳои нек гуфтанд ва баҳои баланд доданд ки ба таваҷҷӯҳашон ман сипосгузорӣ мекунам. хуб дӯстони азиз, мо имрӯз як ғазалеро тавзеҳ медиҳем ва дар оғоз ман мехостам аз коргардон хоҳиш кунам ки он ғазалро ба садои ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон Обидҷон Назариён манзури шумо созам. پیش رویت صنما وصفی قمر نتوان کرد، نسبتی حقه لعلت به شکر نتوان کرد. با وجودی رخ زلفین عبیرافشانت صفتی برگی گل و عنبری تر نتوان کرد. میهمانی است تمنای تو در خاطر ما که به 100 سالش از این خانه به در نتوان کرد. گفتم از غم به وصالی تو گریزم، لیکن پیش شمشیر قضا هیچ سپر نتوان کرد. گر نبینم رخت از توره مشکین چه عجب، در شبی تیره به خورشید نظر نتوان کرد. گذر است از همه عالم من دل سوخته را، لیکن از کوی وصالی تو گذر نتوان کرد. نتواند که کمال از تو گریزد به جفا، زان که از خنجر تقدیر حذر نتوان کرد. خب دوستانی عزیز، برنامه رو ادامه میبخشیم. همچنان که گفتیم امروز غزلی با مطلع پیش رویت سنما وصف قمر نتوان کرد، نسبتی حقه لعلت به شکر نتوان کرد توضیح خواهد یافت. و پیش از آن که من به شرح و توضیح همین غزل گذاریم، از نورالله نورزاد میخواستم یک نکته رو پرسان شوم که واقعا ما روز به روز به جشن 700 سالگی کمال خوجندی نزدیک میشیم و امروز هم شهر خوجند عموما در ولایت در کشور یک فضای ایدانه رو ما احساس میکنیم. خب احساسات شما نسبت نزدیک شوی جشن 700 سالگی شیخ کمال خوجندی چه خیلی است؟ واقعا چنانه که حتی از همین صبح زیبا که ما در کنار روی سیحون نشستیم مشخص میشود، روشن میگردد شهر ما این روزها روحیه ایدانه دارد. حتی سیحون که از سمبول و ابرزهای برجسته شهر کمال است و حتی به خیلی موردهای زیاد بلندی سخن صفای سخن خود را شیخ کمال به آب بزرگ سیحون مانند میکند، با قامت بلندی میوه‌گل مانند میکند. امروز هم میوه‌گل شادی دارد، هم سیحون از اندرون خود جوش میزند که فرزند عزیزی اون را امروز قدر میکنند، همیشه قدر میکنند مخلصان و خوشبختانه با ابتکار پیشوای ملت در برابر جشن 5500 سالگی شهر سرزم امروز ما
از 700 سالگی شیخ کمال خوجندی در سطح جهانی تجلیل میکنیم. این خود گواه آن است که مرحله به مرحله اگر از سال 1996 که گفتم میکنه که بار اول با چنین شکوه جهانی در تاجیکستان 675 سالگی شیخ کمال خوجندی تجلیل گردید، امروز در فاصله نزدیک به 25 سال واقعا اونقدر در پرتو عملکرد این سیاست راه برای شناخت شیخ کمال باز شد که خود همین نشر بیش از 4 مرتبه نشر شدن دیوان شیخ کمال خوجندی این گواهان است که واقعا جامعه ما با شناخت بیشتر شیخ کمال خوجندی نزدیک میشد و امروز که در همه گوشه و کنارهای شهر پیام شعر کمال خوجندی آویزان است، آویزه های از ابیات رنگین شیخ کمال که به وصف خوجند، به وصف انسان، به وصف محبت نصب شدن. من گمان میکنم که شهر ما را واقعا کمال باران کردن و امروز هر نسل خرد بزرگ با مطالعه با رجوع به این آویزه ها شعر کمال را در صندوقی در حقه سینه خودش، در حقه محبت خودش جایگزین میکند و ما باور داریم که این جشن با یک شکوه دیگر یک راه تازه را در شناخت شعر شیخ کمال ایجاد میکنه و من خیلی خوشحال هستم، خوشحال هستم و من گمان میکنم در خطار من همه مریدان و مخلصان شعر شیخ کمال خوجندی امروز اظهار مسرت دارند. تشکر و من باور دارم که هم رسانه های خبر از جمله تلویزیونی ولایت سوخت امروز کارهایی را به انجام رسانده ایستاده است که در ترغیب شعر کمال خوجندی سودمند است و میخواستم ما بیواسطه به شرح و توضیح یک غزل نوبی شیخ کمال خوجندی آغاز کنیم. این هم باشد خب اولین بیت پیش رویت صنم و وصف قمر نتوان کرد، نسبتی حقه لعلت به شکر نتوان کرد. ممکن از خود بیتی که مطلع شعر است مثل یک وقتی همین بیت ما میخونیم مثل این لحظه که یک آفتاب در زندگی ما طلوع میکند، این بیت هم یک طلوع زیبایی در شناخت محبت است. یعنی وقتی صنما میگوید یعنی شخصی که در شعر ما میگیم مراجعت، شخصی که بکر مراجعت. همیشه شاعران یک نفری داشتند که مثل حافظ که شاخ نبات داشت، مثل شاعران دیگر که یک ابراز، یک سیمایی که در تمام احساسات محبت، همه احساسات در وجود هوای تجسم میکنند. من گمان میکنم که این صنمی که در شعر کمال است همون یک ابراز زیبای شاعرانه هست که احساسات عشق و محبت درونی خودش که سرشار از لطف و عنایت هست مثل هم خود شعرش بیان میکنند. و ببینید میگه وقتی پیش رویت صنما وصف قمر نتوان کرد، وقتی که روی تو هست، جایی که روی تو اون زیبایی و نزاکت و اون روشنی و صفایی که نور تو دارد در پیش وصف قمر کردن جایز نیست، به خاطر اینکه قمر یا ماه همیشه وجهی است که روی محبوب به آن مانند میکنند. اما اینجا ببینید که در نزاکت شعر کمال خوجندی رو ببینید که حتی اون ماه هم من نمیتوانم بر روی تو مانند کنم. این یعنی فراتر از همین تشبیه است که یک شگردی هنری شیخ کمال نشون میده. یعنی حتی با اون همه زیبایی که در شعر گذشته ما همیشه مثلا روی شما میگفتن، اما این ماه روی تو آنچنان از این ماه فراتر است که نمیتوان پیش وصف کرد و در مصرع دوم همین مطلب است، نسبت حقه لعلت به شکر نتوان کرد. ما میدونیم که حقه اصلا در لغت یک ابزاری هست که در داخل و مثلا دور و گوهر میمونن و اینجا حقه لعلت کنایه از همون لعل شکرینی معشوق هست، یعنی لب معشوق که همیشه با لعل مانند میشد و اینجا لعل شیرین، چون در ادامه واژه شکر است، یعنی شیرینی لب‌های تو رو هرگز شکر نمیتواند تجسم کند. که ببینید یک ویژگی خاص سبکی است همینم که یعنی فراتر از اون شیوه تشبیه آفرینی شعر گذشته می‌کند کمال که یعنی این ابزارها و این وجوهات تشبیه نمیتوانند زیبایی و نزاکت روی تو و لعل شکربار تو رو مجسم کنند. بله، در همین مصرع دوم من میخواستم به چیزی که اینجا شما گفتید به اصول بیان کمال خوجندی ببینید. میگه که نسبتی حقه لعلت به شکر نتوان کرد. اگر ما اینه به یک جمله عادی، به یک جمله ساده تر اگر تبدیل دیم، گفتنی است که یعنی حقه لعل تو رو به شکر نسبت دادن ناممکن است. ولی ببینید اصول ifade به نسبتی حقه لعلت که من فکر میکنم که انا همین اصول ifade یا اصول بیان کمال خوجندی خاصی تنها کمال خوجندی. بله انا آفرین. ولی همیشه من همین نظر داشتم که یعنی ببینید که اولکه در همین مرحله تحول شعر فارسی ما در همین شیوه تشبیه آفرینی فراتر میره شیخ کمال. یعنی اون
اون اصول یا پیام‌های ایجادی که در شعر ما هست یعنی از این فراتر میرد و اونها در پایین میمونن، یعنی بالاتر از این باید من کمال خواننده با جستجوی چیز دیگری است و همین بمانندی به مثلی که به خداوند مثلا نسبت داده میشود در همین جا بسیار مجسم است، یعنی چیزی از این زیبایی ها نمیتوان اون زیبایی افاده کنند به خاطر که اون زیبایی هایی که در روی زمین هستند عنصری از همون زمین، یعنی جزئی از اون زیبایی هستند. انا از همین جهت مقام معنوی شاعر کمال خواننده هم بیشتر روشن میشود که واقعا هم شخصیت شاعری برجسته هنری هست و هم شاعر عرفانی. اینجا البته سخن درباره هنر میرود و در برابری همه اون دارایی‌های معنوی، دانش، نظر، عقیده، افکار بازم یک پهلوی ترازی شخصیت و اگر نگاه کنیم اینجا هنر می ایستد که بی‌نظیری شیخ کمال خوجنده است. خب میگذاریم به بیت دوم. کمال خوجنده میگوید با وجود رخ و زلفین ابیر افشانت صفتی برگ گل و عنبری تر نتوان کرد. ببینید واقعا اینجا خیلی زیبا هم در بیت لطف سخن کمال است که مثلا استفاده ابیر افشان و واژه عنبر که از نگاه نوشتار به هم نزدیک هستند و یک همین در شعر در پویتیک قدیمی کلاسیکی یک نقطه نظر است، میگن که یعنی اولین عنصر پویتیک این حرف است، یعنی استفاده حرف هم میتونه یک شعر به نزاکت باشد. مثلا فغان کین لولیانی شوخ و شیرین کار شهرشو اینجا میبینید خواجه کمال میگه با وجود رخ و زلفین ابیر افشانت صفتی برگ گل و عنبر تر نمونه. همین حرف های مثلا به ری و تکرارش رخ و زلف خیلی یک همین شعر به یک جذابیت میبخشند. این که مثلا در نظر ما چیز ساده است، این یک وجه هنری است. در ادبیات شناسی الیتراسی آواز میگن که استفاده حتی پیش سخن شما ببخشید ما این سخن گفته بودیم همین یک بیت معروفی استاد ابو عبدالله رودکی براو زی تجربه روزگار بهره بگیر که بهره دفع حوادث را بکارد. در همینجا آواز ری براو زی تجربه روزگار بهره بگیر چخیل به همین بیت یک نیرو بخشیده است. همینجا آهنگ و هم موسیقیتش تم کرد. بعد نکته دیگه این است که همین ما در زبان شناسی مثلا پیشوندها هست گویا که به نظر ما یک چیز ظاهرا چیزی یک عنصرهای ورسون هستند، لیکن اینا در شعر بسیار معنی ها دیگر میکنن. مثلا همین عباره با وجودی هست، مثلا با وجودی آن که مثلا با سبب آن که ما میگیم، اما در همینجا مثلا در همینجا پیشوند با دیگر معنی که معنیش تغییر داده است، یعنی با وجودی رخ زلفین ابریشمی از سبب موجودیتی، از سبب آن که وجودی یعنی موجود بودنی زلف رخ ابریشمی تو هست، یعنی با این ادامه منطقی هم باید با سبب اینکه یعنی از سبب یا مثلا با اینکه از سبب اینکه هست برای همین مثل اینکه برای نسبت بنجا صفتی برگ گل و عنبر تر نفکن. وقتی که جایی که مثلا رخ و زلف ابیر افشان تو هست هرگز ما نمیتونیم برگ گل و عنبر وصف کنیم. ببینید این بازم همون شیوه است. عجیب است که همین غزل با همین شیوه رفته است و من در ارتباط با همین یک نکته تاکید میکنم که واقعا این یکی از غزل‌های نادر شاعر کمال خوجنده است. برای که من همین شب خیلی از دیوان‌ها جستجو کردم که همین تنها در همون نسخه‌ای که شما با همراه استاد عبدالجبار سروش سال 2011 و بعداً در 2015 چاپ شد از همونجا پیدا کردم و البته در نسخه در نشر انجمن عزیز دعوت‌آبادی هست، اما در نشری که استاد برلی مخصوص انجام دادن در اونجا نبود و من سوابش فهمیدم که در همون نسخه استان قدس رضوی نیست همین بعضا، یعنی معلوم است که و یک نسخه دیگری خطی من مرور کردم که نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی در اونجا هم نیست و معلوم است که در اکثر نسخه خطی موجود نیست، ولی بسیار یک از همین خاطر یک از غزل‌های بسیار نادر شاعر کمال خوجنده است که و خوشبختانه در این نشر آخر این وارد شد. بعد از این روز آشکارا دوست می‌دارم تو را، از تو چون پوشم نگارا دوست می‌دارم تو را، در وجود
وجودی من زی هستی هر سریم که هست آی جان دوست می دارد مرا تا دوست می دارم تو را دوست یارم خواه در دل باش ساکن خواه در جان شو مقیم خواه در دل باش ساکن خواه در جان شو مقیم گر در این جای ورانجا دوست می دارم تو را یار جانم گر در این جای ورانجا دوست می دارم تو را دوست یارم جان جان آرام آید پیش سرو لال رفتن در چمن تا بدان رخسار بالا دوست می دارم تو را گر نباشی دوست دارم همچنان آی جانم زان که من بی این تمنا دوست می دارم تو را دوست یارم گفته ای خون ریزم تا دشمنم داری کمال گفته ای خون ریزم تا دشمنم داری کمال من خود از بحر چنین ها دوست می دارم تو را جان جانم من خود از بحر چنین ها دوست می دارم تو را دوست یارم جان دوست نورالی میگذاریم به بیت سوم به اینجا شما مهمان است تمنای تو در خاطر ما
меҳмонест таманнои ту дар хотири мо ки ба 100 солаш аз ин хона ба дар натвон кард. аҷоиб байти масалан мегӯяд ки хотири ту ёди ту дар хонаи дар меҳмони таманнои ту дар хотири мо барои расидан таманнои висоли ту меҳмон аст. ана ҳамиҷа ман мехоҳам гӯям ки Устод Саид Нафиси як нуқтаи бисёр муҳим таъкид карданд ки унсурҳои сабки ҳиндӣ баъзе аз унсурҳои сабки ҳиндӣ дар шеъри сабки ироқӣ аз ҷумла дар шеъри Шайх Камоли Хуҷандӣ зуҳур карда. ана ҳамиҷа масалан бинед ҳамин таъбире аст ки хоси сабки ҳиндӣ аст. масалан таманнои ту дар хотири мо меҳмон аст, яъне меҳмон шудани таманно. ва як андозе инҷа ҳамон мегӯянд ки баъзе ғазалҳое ки то анҷои сюжет пайдо мекунанд, агар ҳамин аз байти боло дибем як нав ҳамин васфе ки пайваста мебинад гӯё ки як мисли як навори хотираҳо мегузарад ки масалан шумо ки дар ин масалан солот доред тасаввур кунед ки ҳамин тасвирҳое ки аз хотир мегузарад. ва инҷа масалан мегӯяд ки таманнои висол, албатта ин таманно фақат як хоҳишу дидори масалан ё васл, чунки инҷа мо мебинем ки бо воҷаи васл дар поин истифода мебарад. аз ҳамин ҷоҳат таманнои ту яъне баъзе дар назар гӯё ибора ҳама хеле хусус ки хоти шеър аст, яъне тахфиф мешавад. масалан таманнои висоли ту мумкин бошад ва ҳамин ифода мекунад меҳмони хотири мост. аммо می‌دید که در مثل دیدیم ما با در برنامه گذاشته بودیم که یعنی تاجیکیت ذهنیت تاجیکی شریک ما که با 100 سالش از این خانه بدل نفهم کردن 100 سال گذروندم حتی میگم مردم 100 سال گذروندم که کار کردن نمی‌تونی و اینجا می‌دید با همین جذابه میگه که 100 سال گذروندم این تمنای از خانه از این خانه یعنی خانه خاطری ما بیرون کردن نمی‌تونی همیشه این عشقی که ابدی است جاودانه است و اینا با یک لحن زیبای تاجیکانه بیان کرده است که مخصوصیتی سبکی هنری شیخ کمال خوجندی است. خب من می‌خواستم یک نکته رو ذکر کنم. من هم سری همین بیت مهمون است تمنای در خاطر ما. ببینید که شما گفته تمنای آرزو یک اشتیاق ببینید احترام به تمنای یار به درجه است که او رو مهمون میگن. اصلا که مهمون یک چیزی مقدس، مهمون یک نفری است که انسان وقتی که میاد برای او خیلی در عنعنه تاجیکان هم مهمون وقتی که میآید او همیشگی چی دارد؟ چی میگوییم یک احترام دارد. اکنون ببینید که تمنای یار طی 100 سال ببینید طی 100 سال در این خانه من جای میگیرد و از اون به در نمیرود، بازای مهمون میموند، صاحب خانه نمیشن، بازای مهمون میموند. ببینید که اینجا یک چیزی در برابر این یک نزاکت دیگرش هست که مهمون اصلا رسولش باید برگرده. یکی این مهمون نمیرد، این بسیار یک انامیجم یک واسه یک این بازیافته است و یک پارادوکس میگن. این پارادوکس زیبای شاعرانه است. پارادوکس به بیان و گفتارهای عنعنوی. گویی کمال خوجنده هم در البته این پارادوکس من گمان میکنم که این بیشتر از گفتارهای از مثلا هم ضرب المثل مقال و حتی و از شیوه های بیان مردم سرچشمه میگیرد. یکی از سرچشمه‌اش. بهترین. خوب میگذاریم به بیت دیگر. گفتم از غم به وصال تو گریزم لیکن گفتم از غم به وصال تو گریزم لیکن پیش شمشیر قضا هیچ سپر نتوان کرد. نبینید اینجا هم بود یک همین معنی در بسیار شعر ما هست با شیوه دیگر. مثلا ببینید همینجا البته میگه که من گفتم از غم به وصال تو گریزم لیکن غم و وصال ما برای تمنا که در مثلی باید گفتیم یعنی در اینجا روشن میشه که این تمنای وصال است. چه بافتی با هم پیوند دارن باید توی شیخ کمال خوجندی میگه که گفتم از غم من اندیشه کردم که از غم به وصال تو یعنی در وصال تو به وصال تو رسم. میبینید چقدر نزاکته که یعنی به وصل تو رسم از غم رها شوم. شاید که واسم لیکن پیش شمشیر قضا هیچ سپر نتوان کرد. یعنی این تقدیر است که به وصل رسیدن نمیتونم. این تقدیر الهی است که من مثلا بدیدم میگه که با اندک سعی نقش از سنگ زائل میتوان کردن ولی که این چوره نتوان مثلا نقش جبینی رو من گمان میکنم که اینجا پیوند معنی است و عمل معنی بدیدم که یک ارادت خاص با شیخ کمال خوجندی داشت و چند غزل در پیروی هم نوشته است. من گمان میکنم که این یک برداشتی بسیار شاعرانه هم هست که با شیوه دیگر من یعنی در اینجا یک پیوند هم میبینم. من با همین خاطر میگم که از غم به وصال تو هر زن گریزم لیکن در تقدیر ما نیست که مثلا به وقت برسیم. اینجا هم یک چیزی جالب هست. البته شما اینو پای بردید. برای چی شمشیر قضا میگن؟ برای اینکه شمشیر میبرد. شمشیر چه میبرد؟ شمشیر اصلا گرین گردن انسان میبرد. دیگر چیز میبرد. لیکن اینجا میگن که شمشیر قضا عمر آدم میبرد. بله عمر آدم قطع میکند. شمشیر قضا سپری وجود نداره. بله بله. خوب ادامه میدیم. گر نبینم رخت از طره مشکین چی عجب.
گر نبینم رخت از طره مشکین چی عجب در شب تیره به خورشید نظر نتوان کرد. حالا من اشارت کردیم که یعنی یک عنصرهای سبک هندی که مثلا یکی دیگرش سالی مسئله است در شعر شاه کمال و شاعران همین در شروع شده. این ببینید اینجا یک همین نکته بسیار برجسته است. یعنی گر نبینم رخت از طره مشکین چی عجب. ببینید یک تصویر شاعران است که وقتی که مثلا زلف در بالای رخ یار پایین می شود یعنی رخ دیده نمی شود. گر نبینم رخت از اصلا اینکه طره مشکین تو در بالای رخ فرامد من دیده نمیفهم. این زیبایی که برای اون که البته دیده نمیشه. یعنی هر دو یک با اون که مثلا زلف سیاه است که یک زیبایی است. ببینید در شب تیره همون زلف است و خورشید نظر تان کرد. در شب تیره خورشید نظر. یعنی با چقدر یک پیوند کرد یعنی خورشید همیشه در موند است. حتی همین زلف هم مثلا یک نگاهی با نگاهی شاعرانه است که یعنی با اون که در پس خورشید هست یعنی در پس این تیرگی شب لیکن باید دیدن امکان دارد. یعنی همین که عموما بسیار با یک نزاکت شاعرانه شاه کمال تصویر کرد و اینجا در مصرع دوم همین تمثیل بسیار یعنی این مشاهده شاعرانه خود شاه کمال شده است که البته تمام تمثیل ما می‌بینیم که بر اساس مشاهده بیرون میاد و اینجا هم همین نکته بسیار جلوه‌گر است و از آغاز ببینیم که همین تمامی یعنی یک عجیبی یک نزاکت همین سخن در است که پیوند محکمی همین مثلا که یعنی در هر تمام عنصرهای زیبایی که در وجود انسان هستند یعنی در اصطلاح مثلا تجلی جمالی میگن یعنی با یک ترتیب با یک نظام و اونقدر تصویر شدن که واقعا یک پورتریت بسیار زیبایی معشوقه آرمانی آفریده است که در ادبیات ما نظیر ندارد. بله من همینجا یک نکته رو میخوام ذکر کنم وقتی که شما توضیح میدید شرح میدید خب یک عقیده میخوام همینجا مخصوصا اونهایی که به شرح و توضیح به شعر کمال خوجند توجه دارن امروز مهم نیست که ما اون از کدام نظرگاه ها معنی و مضمون و مثلا بگذار معنی عرفانی یا معنی زمینی لیکن ما امروز بیشتر به همین بخش هنری کمال خوجندی اعتبار دیم که او چگونه ifade کرده است و جذابیت شعر کمال خوجندی هم در همین است و امتیاز کمال خوجندی هم مثلا از شاعران دیگر اساسا در همین ظاهر می شود. مثلا معنی ها بعضی معنی های عمومی هستند چیزهایی هستند که در ادبیات ما بارها تکرار می شوند. مهم آن است که سخنور همون معنی حتی ازلی یک معنی دیرینه چخیل بیان میکنه با شیوه خودش خیلی ifade میکنه همین خیلی بله در اینجا همه اون چیزی که مثلا میگم پیش از همه مشاهده دیدگاه و شیوه و من احساس میکنم که شما که خودتون شاعر هم هستید این چیزهای مثلا از دیگرها مثلا بیشتر چی میکنید تخمین میکنید اون مشاهده میکنید همین سپاسگزار هستم. خوب بیت دیگر شاعر میگوید گذر است از همه عالم من دل سوخته را لیکن از کوی وصال تو گذر نتوان کرد. اگه ببینید اینجا گذر هر یک بیت هر یک شعر یک واژه کلیدی دارد. من اینجا ما میبینیم که در اینجا واژه کلیدی گذر است. انا اکنون این گذر ببینید در وقتی که شاه کمال بسیار عجیب است که یک کلمه های یا واژه های میگیره در ترکیب کلمه تعبیر های استفاده میکنه که اونها معنی دیگر میکنن که همون لطف و نزاکت سخن کمال که خاص شعری است. ببینید گذر است از همه عالم من دل سوخته رو یعنی از همه عالم گذر کردن میتونن از عالم گذشتن از بحر عالم گذشتن یک تعبیر معروفی است که حتی در شعر عرفانی هم استفاده میشود. یعنی من میتوانم که از تمام عالم بگذرم اما از کوی وسط تو گذر کردن نتونم. یعنی ببینید اینجا گذر کردن اول از بحرش گذشتن است اینجا گذر کردن به معنی راه رفتن هم هست یعنی من از کوی وصال تو گذشتن نمیتونم. لیکن اینجا مثلا به معنی لیکن از کوی وصال تو گذر نتوان کرد به اون معنی اولا توضیح دادم ممکن لیکن اصلا اینجا راه گشتن هم که میگویند همین است که یعنی هم به معنی دور هم به مثلا گذشتن و از بحر وصال تو گذشتن نمیتونم از کوی وصال تو گذشتن نمیتونم چون که من قدرت ندارم که تحمل کنم اون من اینقدر تصور کنم که اینقدر زیبایی میآفرد که مثلا همون با اونقدر نزاکت و زیباییش محتاب در مقابل و هجاس مثلا شکر در مقابل شیرینی و هجاس مثل همه تصویر شده میاد برای میگه که وقتی که همه این اشیا موجودات عالم در پیش هجان من میترسم از گذر کردن از رفتن به کوی وصال تو. خب ما اصلا میدونیم که کمال خوجندی در مکتب سعدی آب و تاب کرده. سعدی هم خیلی یک چیز دارد فرخ صباحی آن که تو بر وی نظر کنی فیروز روز آن که تو بر وی گذر کنی. اینو ببینید اینجا گذر هم به معنی گذشتن هم به معنی مثلا همون بنده فیروز است که اگر خداوند از گناهش گذرد. ببینید یعنی خیلی زیبا و کمالا اینجا خیلی حتی همراه شدنی مثلا از بحر گذشتن مثلا معنی دیگه میتونه از سو گذشتن دیگه میتونه واقعا خیلی
خب آمدیم به مقطع غزل. نوری جان به مقطع غزل اینجا میگه نتواند که کمال از تو گریزد به جفا، نتواند که کمال از تو گریزد به جفا، زان که از خنجر تقدیر هزار نتوان کرد. یک مقطع زیبایی غزل. من واسه که صبح همین غزل از نشر عزیز دولت آبادی، یکی از کمالشناسان معروف که یعنی گفتم ممکن است که از اولین ها شده دیوان کمال شیخ کمال خوجندی تهیه کردم، نگاه کردم همین بیت قبلی که گذر از همه عالم من دل سوخته را لیکن از کوی وصال تو در نتوان کرد، به شکل دیگر هم بود، یعنی به جای کلمه لیکن چیست از کوی وصال تو گذر نتوان کرد. یعنی در این حالت هم یعنی من از البته این یک گونه است، گونه نوکی است. میگه که شاید بیتی بوله در من به خاطر اینکه این در بیت نهایی هم یک تغییرات متنی است، من به خاطر میخوام هر روز ذکر کنم اونجا هست که چیست از کوی وصال تو گذر نتوان کرد. البته به نظر من خودی همین گونه که هست درست است، برای اینکه چیست هست وقتی که چیست از کوی وصال تو گذر نتوان کرد، یعنی گذشتن اولان صفت انسان است و انسان با چیست مثلا من گمان میکنم که نسبت دادن به شوق است. اما در بیت مقطع یک نکته جالب است، نتواند که کمال است تو گریزد به جفا، یعنی اینجا گریزد به جفا اینجا به معنی از مثلا از جفای تو گریخته نمیتواند کمال، از سبب آن که از خنجر تقدیر حذر نتوان کرد. من گمان میکنم که یک گونه دیگری که در نشر دولت آبادی هست اون که از خنجر البته تسلیم است. اونجا من شاید گمان میکنم که بعضی از کاتبان به خاطر اینکه در مثلا خنجری در مثلا بالا مثلا چی بود شمشیر قضا بود و اینجا خنجر تقدیر آمده است، البته این شکلی بیان هم درست است. من شاید بعضی مثلا کاتبا به خاطر گمان کرده که مثلا در یک عبارت در شعر شاید شیخ کمال دو بار تکرار نکرد خنجر تسلیم کردن و زیرا در هر دو حالت هم معنی میتونه مثلا کمال از جبر و جفای تو گریخته نمیتونه، یعنی که مثلی آخر چیز اون که از خنجر تسلیم اون جمله است، تسلیم اینجا تقدیر درست است در نسخه دیگر تسلیم اون است. برای من گفتم که مثلا شاید این البته این به احتمال زیاد کاتبان کردن که مثلا گمان کردن که لیکن خنجر تقدیر است، چون که اینجا به خاطر اینکه از جفای خنجر تقدیر بهتره شاعرانه است هم. من به خاطر اینکه شکل‌های دیگرش هست باید مثلا برای خوانندگان آگاه باشن که شاید در جای دیگر مثلا وام میخورن، بعضی مثلا نسخه‌ها میبینن بعضی خواننده‌های ما که همین شکل است ممکن سوال میکنن که برای چی همین به شکل تسلیم است. و البته نهایت سخن است که در مجموع همین احساسات همین عاطفه و حسیات خودش شیخ کمال خوجندی خیلی زیبا جمع است. میگن که یعنی در هم اهل عرفان هم عاشقان اصیل اونا همیشه حتی همین حجری‌ها را از وصل بالا میدونن. برای چی مثلا میگن که یک افلاطون یک نقاش بود در زمان افلاطون که یک عکس کشیده بود که یک نفر مرد با دستش به دیوار می‌دارد بعد میگریزد. از افلاطون پرسیدن این چه معنی داره؟ گفت که این معنی وصل است، یعنی عاشقان میدونن که وقتی به وصال رسن عشق به انجام برسد. یعنی نزاکت سخن در همین است که یعنی اینها از نگاه فلسفی و عاطفی عشق هست مثلا حجر است و وصال، وقتی که به وصال میرسد به نهایت خود میرسد گویا این عشق تمام میشد. به همین خاطر همیشه حجر و سوز و هجران در شعر ما بالا داشته میشه که همیشه عاشق باشن. به همین خاطر ما میگه که نتواند که کمال از تو گریزد به جفا، از جفای تو کمال بکنه چون این تقدیرش است و همین تقدیر شکرگزاری میکنند. و جای همین معنی مثلا حضرت ابوالمعالی یک عجیب دارند و همین معنی میگن که هر دل نبرد چاشنی از داغ محبت، این آتش بیرنگ نیست همه کس رو. برای همین وقتی که همین عشق همچون هدیه الهی برای انسان میدهد شاعرای ما شکر میکنن که همین عشق دارن، چون عشق مثل هم در حقه دل هر کس خداوند نمیدهد. هزار تشکر. خب فکر میکنم که امروز بینندگان ما آنهایی که برنامه شکرستان رو تماشا کردن از شرح و توضیح شما از صحبت شما یک برداشت دیگه کردن و من امیدوار هستم که شما باز در برنامه‌های دیگری ما در شرح و توضیح غزل‌های ناب کمال خوجندی سهم خواهید گرفت. من شما رو یک بار دیگر به برنامه خیر مقدم میگویم، به فعالیت شما به کارهای ایجادی شما من توفیق خواهانم باشد که در شناخت کمال خوجندی در معرفی کردن شعر کمال خوجندی همیشه پیشتاز ادبیات معاصر باشید. سلامت باشید. خب دوستان عزیز، به برنامه نوبتی شکرستان خاتم میبخشیم. آرزو داریم که همیشگی دیوان کمال خوجندی در دست شما باشد و از دریای شعر کمال خوجندی همیشه دردانه های ناب برای خودتان چیده باشید. خیر عزیزان، تا برنامه های دیگر.